حزب کمونیست چین با رهبری مائو تسه-تونگ پس از سالها جنگ داخلی در 1949 میلادی تونست نیروهای چین ملی به رهبری چیانگ کایشک رو شکست بده و بر تمام چین مسلط بشه. باقی مونده نیروهای چین ملی و خود چیانگ کایشک به جزایری مانند فرموز که امروز تایوان نامیده میشه گریختند و کمونیست ها هم در سرزمین اصلی چین نظام مد نظر خودشون رو تشکیل دادند. با پیروزی در جنگ داخلی و برقراری تسلط کامل بر چین، رهبر حزب کمونیست این کشور بالاخره موقعیتش رو پیدا کرد تا کشور چین که سرزمینی پر جمعیت و سرشار از منابع اما عقب مونده و ضعیف بود رو به مدد آموزه‌های کمونیستی به سمت توسعه و ترقی پیش ببره. بدین ترتیب بود که نخستین برنامه مدرنیزاسیون چین توسط حزب کمونیست با نام برنامه 5 ساله در سال 1952 میلادی آغاز شد. الگوی چینی‌ها در این برنامه طرحی بود که قبلا نظام کمونیستی در شوروی به کار برده بود و به خصوص در دوره استالین تونسته بود که اتحاد جماهیر شوروی رو تبدیل به یک کشور صنعتی بکنه. اصول این برنامه هم همچنان که در شوروی بود بر پایه یک مدیریت متمرکز مرکزی و توسعه شهرها و شهرک‌های صنعتی برای بالا بردن تولید صنعتی و تبدیل یک کشور از جامعه کشاورزی و فئودالی به جامعه مدرن و صنعتی بود. اما در کشوری مانند چین که اون زمان 4/5 جمعیتش در نواحی روستایی زندگی می‌کردند، نمیشد خیلی روی نیروی کار شهرها برای یک برنامه بزرگ صنعتی حساب کرد. و در سمت دیگه هم با وجود این جمعیت گسترده در بخش کشاورزی و روستایی، تولید محصول کشاورزی در چین اونقدر بالا نبود که بشه کشاورزها رو به شهرها کشون و صنایع رو در شهرها توسعه داد، چرا که در این صورت کشور چین با کمبود غذا روبرو میشد. به همین دلیل هم این برنامه توسعه 5 ساله توجهش بیشتر به سمت نواحی روستایی معطوف شد، چرا که برای ساختن یک نظام کمونیستی لازم بود اول اون جامعه سنتی موجود در روستاها خورد بشه، اون فرهنگ سنتی و قدیمی مردم چین نابود بشه تا فرهنگ جدیدی به وجود بیاد که مد نظر حزب کمونیست چین بود. از همون هنگام حضور حزب کمونیست و پیروزی این حزب، برنامه اصلاحات ارضی که شامل گرفتن زمین از زمینداران و مالکین عمده و تقسیم اون میان رعایا بود پیگیری میشد و در دستور کار قرار داشت. اما این شکل از مالکیت خصوصی خرد هم مورد پذیرش کمونیست ها نبود. برای همین مزارع اشتراکی ایجاد شد که در اون در واقع زمین های کوچک از رعایا گرفته شدن، به دولت داده شدن و کشاورزا روی اون زمین ها کار میکردن و به جاش از دولت حقوق دریافت میکردند. با این حال این برنامه هم نتونست اون چیزی که در ذهن ما بود رو محقق بکنه. به همین دلیل هم در سال 1958 میلادی یه برنامه 5 ساله دیگر رو معرفی کرد که بعدها معروف شد به برنامه‌ای با نام یک گام بزرگ رو به جلو. توی این برنامه جدید دیگه اون الگوی شوروی کنار گذاشته شد و به جای یک سیستم مرکزی برنامه‌ریزی، واگذاری قدرت به مقامات محلی در دستور کار قرار گرفت. به صورت کلی هدف توی این برنامه معروف به گام بزرگ رسوندن روستاها و مردم روستانشین که گفتیم اکثر مطلق جمعیت چین بودن به بیشینه توان خودشون و حد اکثر توان تولید کشاورزی خودشون بود تا بدین ترتیب دولت بتونه در شهرها کارگرای صنعتی رو سیر کنه، صنایع رو توسعه بده و گام به گام مردم روستایی رو به شهرها بکشونه. اما از اونجایی که مائو خیلی عجله داشت تا هرچه زودتر چین رو تبدیل به یک قدرت صنعتی و یک جامعه آرمانی کمونیستی بکنه، علاوه بر این بحث تولید کشاورزی در روستاها، برنامه‌ای هم برای تولید صنعتی در روستا بدون انتقال کشاورزا از روستا به شهر داشت که حالا در ادامه بهش میپردازیم. اول بریم سراغ اون بحث تولید کشاورزی در روستاها. برای تحقق اهداف در بخش روستایی و رسوندن روستاها به بیشینه تولید کشاورزی، احداث کمون‌ها در سطح وسیع مد نظر قرار گرفت و طی چند ماه میلیون ها کارگر به صورت اجباری از روستاهای خودشون کوچ داده شدن و در کمون ها اسکان داده شدن. کمون در واقع جایی بود که در اون 20,000 نفر یا بیشتر مشغول بودند. اونجا دیگه مالکیت خصوصی یا حتی پول وجود نداشت. تمام افراد اون کمون در کل اون تولید مشارکت داشتند و مسئول عملکرد کل کمون بودند و در قبال کاری که می‌کردن به جای اینکه حقوق دریافت کنند، دولت تو اون کمون‌ها
تمام امکانات زندگی رو براشون فراهم میکرد. در واقع محلی واسه نگهداری کودکان، تربیت کودکان و بزرگ کردن کودکان وجود داشت. محلی برای نگهداری افراد پیر خانواده، پیرمردها، پیرزنها که در جامعه سنتی چین به شدت مورد احترام بودن وجود داشت. و به جای اینکه در هر خونه یک آشپزخونه وجود داشته باشه، در هر کمون یک یا دو یا بیشتر غذاخوری وجود داشت که در اون افراد میرفتن و غذاشون رو صرف میکردن تا بدین ترتیب فرد جدا از خانواده قرار بگیره، مفهوم خانواده به اون شکل سنتی که در چین وجود داشت بشکنه و در عین حال تمام توان و وقت شخص هم صرف کار تولید کشاورزی بشه. برای همراهی بیشتر مردم با این منویات مائو یک کارزار تبلیغاتی بسیار بزرگ در سرتاسر چین آغاز شد و حتی ایده های عجیبی مثل کشتار تمام گنجشک‌ها تو برنامه قرار گرفت، چرا که رهبر معظم حزب کمونیست چین اعتقاد داشت از اونجایی که گنجشک‌ها در سال مقدار زیادی از محصولات کشاورزی مزارع رو میخورن، آفت محسوب میشن و باید از بین برن و با انقراض این پرنده ها تولید کشاورزی چین هم افزایش پیدا میکنه. این اتفاقی بود که در بخش کشاورزی قرار بود بیفته و ایده ناب مائو برای استفاده از کشاورزان برای افزایش تولید صنعتی چی بود؟ مائو یه شعاری داشت به اسم راه رفتن روی دو پا که بر اساس اون کارگاه‌ها و کارخونه‌ها در نواحی روستایی ایجاد می‌شدن و کشاورزا به اونجا فرستاده می‌شدن و حتی در کمون‌ها، خونه‌های روستایی هر جایی که ممکن بود کوره‌های کوچکی ایجاد می‌شدن و کشاورزانی که هیچ تجربه‌ای در کار صنعتی نداشتن مسئول اون کوره‌ها بودن. در این کوره‌ها هر چیزی که پیدا می‌شد مثل دیگ و قابلمه موجود در خونه‌های مردم که به نظر حزب کمونیست دیگه نیازی بهش نبود، با کمک سوزوندن درخت یا حتی در پنجره خونه‌ها ذوب می‌شد و ازش فولاد تولید می‌شد، چرا که مائو برنامه داشت تولید فولاد چین رو از 5 میلیون تن در سال 1957 به 100 میلیون تن در سال 1962 میلادی برسونه. به هر حال این برنامه گام بزرگ با این مختصاتی که خدمتتون توضیح دادم شروع شد و تا سال 1958 به نظر می رسید که همه چی تقریبا خوبه، به خصوص که در اون سال که سال اول این برنامه بود به دلایل آب و هوایی مثل بارش مناسب و دمای مناسب مقدار تولید کشاورزی در چین افزایش یافت و یه جورایی همه راضی بودن. کشاورزا رو زمین ها کار میکردن و میرفتن توی غذاخوری ها، همیشه غذا براشون فراهم بود و همه چیز به نظر مساعد میرسید دیگه. اما در پشت پرده مقاماتی که مسئول این کمون ها بودن کم کم متوجه شدن که این خوشبینی مردم باعث شده مقدار زیادی از محصول به دست آمده در کمون که باید ذخیره میشد برای مصرف در زمستان و بهار سال بعد تا همون زمان توسط مردم خورده بشه و به نظرشون میرسید که به زودی دچار مشکل خواهند شد. همچنین بسیاری از این روستایی ها که به زور از روستا منتقل شده بودند و حالا خانواده هاشون در معرض فروپاشی قرار داشت، تمایلی نداشتن که توی این مزارع، توی این کمون ها در واقع کار بکنن و بهره وری پایینی داشتن. علاوه بر این مسئله، وقتی شما یه تعداد زیادی آدم رو توی این مزارع کمونیستی جا میدید، مشکلات لوجستیکی زیادی هم به وجود میاد، هم برای تامین مواد مورد نیاز این کمون ها، هم برای صادرات و انتقال موادی که این کمون ها تولید میکردن و اون فولادی هم که در پشت حیاط خونه ها و کوره های عجیب و غریبی که کشاورزا مسئولش بودن ساخته میشد، کیفیت آنچنان نازلی داشت که نه به درد ساخت و ساز میخورد و نه هیچ کشوری قبول میکرد که اونو وارد بکنه و به همین دلیل قسمت اعظمی از این فولاد تولید شده بلا استفاده میموند. یا مثلا انقراض گنجشک‌ها توسط حزب کمونیست باعث شد که جمعیت جانورهای موذی مثل ملخ افزایش پیدا کنه و حالا خیلی از مزارع چین دچار مشکل ملخ‌ها شده بودند. همچنین اصرار مقامات حزب برای افزایش بهره‌وری زمین و وارد کردن فشار زیاد به زمین‌های کشاورزی باعث شده بود که باروری زمین‌ها کم بشه و در کشت‌های بعدی زمین‌ها محصول کمتری رو بتونن فراهم بکنن. سوالی که اینجا به نظر میرسه اینه که آیا در برنامه‌ریزی برای این گام بزرگ یا وقتی که به هر حال داشت کم کم نشانه‌ها رویت میشد، هیچ کس نبود که به مائو یا به حزب کمونیست اطلاع بده که اوضاع داره بد میشه؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که کمونیستا کلاً دید مثبتی به روشنفکرا یا بوروکرات‌ها و کارمندان دولتی در سالهای پیش از انقلاب نداشتن و وقتی که به قدرت رسیدن بسیاری از این افراد رو کشتن یا از کشور فراری دادن و حالا
افسار کار به دست مائو و تعدادی مقام حزبی بود که هیچ دانشی در کشاورزی یا تولید فولاد یا چیزای مانند این نداشت، اما میخواستن که چین رو در مدت بسیار کوتاهی تبدیل به یک قدرت بزرگ بکنن و در این راه آماده بودن که هزینه زیادی رو هم از جیب مردم چین بپردازن. و وقتی هم که وخامت اوضاع اونقدری بالا گرفت که دیگه برای هر کسی مشهود آشکار بود، فرمان مائو مبنی بر این که مخالفین این طرح مائو ضد انقلابی هستن دهن همه رو بست و حتی مقامات محلی که گفتیم توی این طرح اختیارات زیادی بهشون داده شده بود، از ترس اینکه انگ ضد انقلابی بهشون نخوره به شکل سختگیرانه تری پیگیر اجرای منویات رهبر حزب بودن. و حالا که افزایش تولید کشاورزی حتی با ایجاد کمون یا از بین بردن گنجشک‌ها و کارهای دیگه ممکن نشده بود، این مقامات مسئول کمون مجبور بودن برای اینکه به اون مقدار تولید معین شده دست پیدا بکنن، قسمتی از اون غذای ذخیره شده که برای مصرف خود اهالی کمون بود رو مصادره کنن و تقدیم حزب کنن. بدین ترتیب کم کم گرسنگی و قحطی در روستاها و کمون‌ها آغاز شد و وقتی که در سالهای 1959 و 1960 خشکسالی و سیل به مزارع آسیب رسوند، اوضاع رو به وخامت گذاشت. حالا اون غذاخوری‌های کمونی که زمانی توشون برای همه غذای کافی وجود داشت، دست بردن به جیره‌بندی غذا، محدود کردن غذا و حتی گاهی دیگه خبری از هیچ غذایی نبود. همچنین حالا دیگه هر کسی که نمیتونست اون وظیفه محول شده بهش رو در کمون انجام بده از غذا محروم میشد و گفتیم در کمون دیگه خبری از پول و اینجور چیزا یا ذخیره و مانند این نبود و اینجوری خیلی‌ها که ضعیف بودن و توان کار کردن نداشتن در اثر گرسنگی جان باختن. مردم برای فرار از این وضعیت شروع کردن به خوردن هر چیزی که میتونستن. پرنده ها و حیوانات وحشی یا اهلی مثل سگ و گربه یا حتی برگ و علف و پوست درخت تبدیل به غذای مردم شد و وحشتناکتر این که حتی مواردی از آدمخوری هم ثبت شد. با وجود این قحطی گسترده و اوضاع خیلی وحشتناک در روستاها و کمون‌ها، نظام کمونیستی همچنان به مصادره گندم ادامه میداد تا اون رو صادر بکنه و از قبول هر نوع کمکی از خارج هم امتناع میکرد تا هم وجهه خودش رو در جهان حفظ بکنه و همین که به همه نشون بده همه چی خیلی خوبه تو مملکت ما و نیازی به هیچ کمکی نداریم. وقتی که غذا در روستاها و کمون‌ها دیگه کاملا تموم شد، قحطی بالاخره به شهرها رسید و مرگ در سرتاسر چین کمونیست گسترده شد. تخمین‌ها در مورد میزان تلفات این برنامه یک گام بزرگ رو به جلوی مائو متفاوته که کمترین اونها از تعدادی دور بر 18 میلیون نفر صحبت کردند و بیشترین اونها آمار 45 میلیون نفر رو دادند. به هر حال و جدا از اینکه چند میلیون انسان در اثر برنامه‌های حزب کمونیست چین و شخص مائو کشته شدند، این سالهای سیاه زندگی مردم چین بود. اما با وجود تمام این فجایع رخ داده، قحطی، گرسنگی و تلفات گسترده در بین مردم، مائو و حزب کمونیست همچنان در قدرت باقی موندن، اما کم کم از این برنامه گام بزرگ پا پس کشیدند. کمونا تخلیه شدند و روستایی ها به روستاهاشون بازگشتند. مالکیت خصوصی دوباره برقرار شد و در سالهای بعد خود به خود اوضاع کم کم بهتر شد تا اینکه مائو دوباره با یک ایده ناب به اسم انقلاب فرهنگی در سال 1966 وارد میدون شد. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این ویدیو همراهی کردید. اگر به این دست محتواهای تاریخی علاقه‌مندید، لطفاً صفحه ما رو با زدن دکمه سابسکرایب دنبال بکنید و با روشن کردن زنگوله هم از جدیدترین ویدیوهای ما